جان میته. در اینجا سپاس خداوند است که جان میته. یعنی ما باید اگر کندل لایت میکنیم یا اگر شم روشن میکنیم ایره به خاطر انسانیت روشن کنیم، به خاطر مرگ انسانیت، به خاطر مرگ وجدان، به خاطر مرگ عشق، به خاطر مرگ دوستی، به خاطر مرگ احساس، به خاطر مرگ اخوت، به خاطر بسیار چیزاست که باید شمع روشن کنیم و به خاطر بسیار چیزاست که باید اشک بریزیم. اما میفهمین در اینجا مشکل اصلی چیست؟ مشکل اصلی مرگ فرخنده نیست. مشکل اصلی نیست که چند صد جوان، چند صد وحشی یک انسان بیچاره را به جرم ازی قبول کنیم که به جرم ازی که قرآن سوختانده ایتو وحشیانه و ایتو مظلومانه میکشن و زیر موتر میکنن و آتش میزنن. مشکل اصلی اما میفهمین چیست؟ مشکل اصلی است که در یک قسمت شهر اگر امی اتفاق نمیفتید 100 متر او طرفتر اتفاق میفتید دوجه یک چند صد نفر وحشی دیگه بود با اینمی طرز دید ملوث بود، آلوده بود، مریض بود و اونا میتونستن که امی انسانه با اینمی اتهام یا جرم به اینمی شکل وحشیانه بکشن و اگر 100 متر دیگه او طرف دیگه میشد بازم یک چند صد نفر دیگه بود و اگر یک چند صد متر طرف شمال، طرف جنوب، طرف شرق، طرف غرب، هر اسه از این شهر که میشد یک گروه دیگه بود که حاضر بود وحشیانه امی عمل انجام بده. و اگر از کابل میبرامدین میرفتین در پروان امی عین حادثه اتفاق میفتید، میرفتین در بامیان عین حادثه اتفاق میفتید، میرفتین در هرات، در قندار، در بدخشان، در پنجشیر، در هر قسمت افغانستان که میرفتین با اینمی جرم یا با امی اتهام اینمی حادثه اتفاق میفتید. ولی اگر از افغانستان مبرامدین پاکستان میرفتین مگر در اوج اتفاق نمیفتید؟ مفتید. در ایران هم اتفاق مفتید. اگر در عربستان میرفتین، اگر در عراق میرفتین، اگر در کردستان میرفتین، شاید کمترین کشور را در دنیای اسلام پیدا کنین که به امی جرم یا به امی اتهام امی اتفاق نمیفتید. اما در دو جای از تمام کشورهای اسلامی که عقب افتاده ترین است افغانستان و پاکستان ای بسیار با آسانی میتونست اتفاق بفته و صدها بار دیگه میتونه اتفاق بفته. اینال دلیل ازی چیست؟ دلیل ازی یک مریضی اسلامی است. با ما گفته میشه که تمام مردم دیگه غیر از مسلمان یا در دوزخ میرن یا دوزخی است. برای که کافره. اگه یهود هم از دوزخ میره، اگه عیسوی هم است، کتب از یا منسوخ شده دیگه هیچ چیز از یا مانا نداره، باید مسلمان شون، اگر مسلمان نمیشن میسوزن. یعنی به این مانا که ما به زندگی از یا دیگه کدام ارزش قائل نیستیم، به خاطر که اگر خداوند بزرگ یارم میسوزانه و یک نفرت داره، ما که بنده از خداوند هستیم چرا ما به یا ترحم کنیم؟ اینال میمانه مسلمان یگانه مردم را که ما فکر میکنیم که جنت باید بره مسلمانه. در اسلام باز چی رقمه؟ اگر من سنیستم خودت که شیعه هستی من تو را باید بکشم، تو مسلمان خوب نیستی. و اگر تو شیعه هستی و اسماعیلی را باید بکشی و مسلمان خوب نیست. باز اگر سنیستی کدام سنیستی؟ اینی سنی دیگه بعد او را باید بکشی. یعنی جهان اسلام یک جهان پر از نفرته. من یک دفعه گفتم یک فکایی یا یک قصه را به حیث یک قصه خنده‌آور گفتم با امید از اینکه شما توجه کنین. من امور دوباره میگم. از آقای اسامه یک ژورنالیست پرسان کرد که آقای اسامه جهاد چیست؟ اسامه گفت جهاد یک جنگ مقدس است که یک مسلمان وظیفه دارد در مقابل نامسلمان کنه. هندو، بودایی، به خدا، ناخدا، یهود، عیسوی، هر کسی غیر از مسلمان، یک مسلمان خوب باید بر علیه از یا جنگ کنه که یا اسلام بیارن یا ای که اینا محو شون.
گفت خب بسیار خوب، حالا که اگر این دو کار شد، یک تیادش مسلمان شده یک تیادش محو شد، جهاد خلاص میشه؟ گفت نه. خیلی چرا؟ بعد از او چی؟ گفت ما باید بر علیه مسلمان خراب بجنگیم. کل مسلمان ها خوب نیست، ما جهاد میکنیم بر علیه مسلمان های خراب و در این جریان مسلمان های خراب یا کشته میشن یا ایست که به دین اسلام خوب مشرف میشن. خب بسیار خوب، بعد از او خلاص میشه جهاد؟ نه، بعد از او مسلمان خوب باید مسلمان خوبتر ساخته شود. بنابراین ما جهاد میکنیم برای از اینکه مسلمان خوبتر بسازیم. در این جریان یک تیاد کشته میشه، یک تیاد دیگه مسلمان خوبتر میشه. خلاص شد جهاد؟ نه، باز این حال مسلمان خوبترین بر علیه مسلمان خوبتر باید جهاد کنه. به همین ترتیبی جنگ ادامه میافته تا زمانی که یک چند نفر زخمی میمانه، اونا به اثر زخمی که دارن میمیرن و در جهان هیچ انسان نمیمانه و جهاد ختم میشه. اگر شما عملا سیل کنین در افغانستان اونمو گپه، کدام گروه اسلامی است که یک گروه اسلامی دیگر خوش داشته باشه، دوست داشته باشه؟ نیست. یعنی وقتی که نفرت شروع شد که را به نام هندو نفرت داری، او را به نام عیسوی، او را به نام موسوی، او را به نام بودایی، بازی نفرت دیگه هیچ استاد نمیتونی برای مسلمان هم نفرت می داشته باشی. والله یا اسماعیلی است، نه یا کافر هم میفهمی، حالی یا خو شیعه است یا خویخی کافر هستند. ما خو سنیستیم، این حال یک کدام رقم سنیست؟ یا از او سنیست؟ نه والله یا هم کافره. اینمی دنیای اسلام یک دنیای نفرته. البته دنیا کوچک شده، ما از همسایه های خود یاد میگیریم که یا چقدر انسان هستند. به طور مثال ما 30 سال است که در امریکا زندگی میکنم، از امو افغانستان جنگ زده گریختیم. پیسه تکت ما را یاد دادن، در امریکا آوردن، تمام حق و حقوقی که در اینجا هست به ما دادن و صدها مسجد هم به ما اجازه دادن. اما ما چی میکنم؟ در امو مسجد میرم درس میتم اولاد خدا که این مردم کافره یا در او دنیا میسوزن. کت از یا دست نتی که دست چتل میشه، کت از یا وش کنی که عروسی نکنی یا کافره. نه دختر از یارا بگی نه بچه از یارا بگی. کت از یا دور باش. در عین قبرستان کت از یا نری، به خاطر اگر در عین قبرستان رفتی تو گناه میکنی. شوانه وقتی که ملائک میایه برای شکنجه از یا که کافر بوده یارا که میزنه در اوج چی غصایشان بالا میشه. تو که در پالوی از یا گرفتی در قبر هستی، تو رام دیگه آرام نمیمانه. و ما ایره از دل خود نمیگم، ما از ملاها میگم که شنیدیم شخصا ازشان. چرا ما مسلمان ها دویده میریم یک قبرستان اسلامی میگیریم؟ خب یک قسمت از این به خاطر عزیز که روحن ما فکر میکنیم که بعد از مردم خوبه که همسایه یکی دیگه باشیم، از اول یکی خبر باشیم، یک عروسی میشه یک چیز خمارم باید بگوین یا یک کس نو بیایه باز پرسانش کنیم که چی گپ ها بود در او جواز افغانای ما چطوره. ما همه تو روحن یعنی عملا این کار نمی باشه، اما روحن خوش داریم که در پالوی فامیل خود باشیم، در پالوی اولاد خود و این تا حدود درسته. اما این دلیل نیست که ما در یک قبرستان اسلامی میریم. اکثر ما به خاطر امون نفرت مذهبی که متوجه نیستیم در یک قبرستان اسلامی میخوایم بریم. اینی نفرت هایی که ما متوجه نمیشیم دنیای ما را میسازه، دنیای پر از نفرت. اونمون نفرت است که در افغانستان 35 سال کله میبره و هنوز هم دل مردم یخ نمیکنه.